ما هم دعوت میکنیم، خواهش میکنیم که مادامی که به مردم برق تامین کردن نمیتونید، جای کار تامین کردن نمیتونید، معاش و نفقه و زندگی شایسته رو تامین کردن نمیتونید، از مردم سه چیز رو نگیرید. ولی من یک خواهش دارم از همه مسئولین، از کسانی که در محلها با مردم کار میکنن، به قدر این ملت برسند. در جهان هیچ ملت به مثل ملت تاجیک پرصبر و با همت نیست. شما در افریقا، در آسیا، در امریکا، در اروپا، در هر قطعه دنیا ملت را پیدا کنید برای ما که 6 ماه برق نداشته باشد، نصف جوانانش، یعنی نزدیک 1.5-2 میلیون جوان از 4 میلیون آوازدهنده از 18 ساله بالا نصفش در خارج باشد، هر خانواده یک فرزند در خارج داشته باشد که در اونجا هم زیر فشار است، در داخل جای کار نیست، پسترین معاش، نفقه و استیپندیا در سطح جهان قریب در تاجیکستان هست. ولی این ملت با صبر و با تحمل، با فرهنگ، ما و شما مسئولین محترم رو طاقت کرده ایستاده است. در تمام دنیا ملت ها از حکومت ها فقط طلب میکنن برق ده، گرمی ده، جای کار و معاش مناسب ده، آزادی ده. ولی ملت تاجیک از حکومت و از مقامات فقط یک خواهش دارد: به من هیچ چیز نده، فقط از من نگیر. ما هم دعوت میکنیم، خواهش میکنیم که مادامی که به مردم برق تامین کردن نمیتونید، جای کار تامین کردن نمیتونید، معاش و نفقه و زندگی شایسته رو تامین کردن نمیتونید، از مردم سه چیز رو نگیرید. این سه چیزی که برای بودجه دولت یگان تین خراجات نمیکند، بی پول است. یکی، رأی مردم رو خیانت نکنید. مسئولین محترم، رئیسان جماعت ها، رئیسان ناحیه ها، رئیسان محله ها، کسانی که تقدیر انتخابات در دست شما است، به رأی ملت خیانت نکنید. ملتی که ما و شما را میخوراند، میپوشاند، در 5 سال 1 مرتبه رأیش را به صندوق پرتافته است. دوم، از مردم رشوه نستانید. مردم برای انجام کارهای روزانه اتان به مسئولین معاش داده ایستاده است. معاشی که میگیرید از حساب پول مردم است، از جیب مردم است که نلاگ میسپارند، انداز میسپارند، گمرک میسپارند، اون تبدیل میشود به بودجه دولت. شما از اونجا معاش میگیرید. ملت به شما پول داده ایستاده است، ماشین داده ایستاده است، کابینت های گرم داده ایستاده است، خودش در تاریکی میشیند، در خنکی کابینت های ما و شما گرم و روشن است. برای آنکه این قرار را قبول کنید، سپرافکا بدهید، کار مردم را انجام بدهید. برای قبول یک قرار، امضای یک قرار، یک سپرافکا از مردم بار دیگر دوم باره پول نگیرید. یک بار به شما پول را مردم داد. رشوه نستانید که هم در قرآن، در شریعت حرام است و هم قانون منع کرده است. سوم خواهشمون این است که از مردم آزادیش رو نگیرید. آزادی هم بی پول است، خراجات ندارد. با هر بهانه بالای مردم در مسائل عبادتی، پوشیدن لباس، در انتخابات، در فعالیت‌های سیاسی که عضو کدام حزب باشند یا نباشند فشار نوارید. اگر شما این 3 حق مردم را دادید، از مردم نگرفتید، حق رأی، مالکیت مردم را دست درازی نکردید، نه رشوه گرفتید، نه مالکیتشون را به هر بهانه گرفتید و آزادیشون را فشار نآوردید، این ملت تاجیک با اون صبر و همت بلندش از شما دیگر برق و جای کار و خانه گرم و دیگر شرایط زندگی را که همه حکومت ها وظیفهشون تأمین کردن است، از شما دیگر طلب نخواهد کرد.